سلام تمامی دوستان، من بهنام هستم و دوستمون علی. سلام بکن. خب میخوایم از این مورتال کمبت هم یه فیلمی داشته باشیم. اگه صدا کم بود ببخشید، با هندزفری گوش کنید. اگه هم که یکم دستمون میلرزم شرمنده، به دلیل این مشکلات اکانت و اینجور چیزه. کلا بدون بولنگو کلا مشکلات زیاده دیگه، نزدیک امتحاناتیم و هزار تا مشکل. خب دیگه میریم سر بازی. یعنی گلو رو برداشت و حریف هم سابزیر و حالت بازی رو نورمال. زمین رندومی. حالا رندوم بود، اسمش چی بود؟ نیدی؟ اسم این زمین رو که زبونم ولی یادم نمیاد. نه یعنی مثلا میخواست لهش کنه ولی یه جا خالی حساب شد. علی اون یارو اسمش یادم رفته، آتیشی هست، اسمش چیه؟ اسکوپین. اسکوپ چی؟ اسکوپین. آها اسکوپین. من با اسکوپین بازی میکنم، با اونم حرکاتشو کم و بیش بلدم. و من علی هم که کلا با گورو بیشتر بازی میکنه و کنلا. منم با کنلا بازی میکنم ولی خیلی کم، بیشتر قلقه همون چی بود اسمش، یه بار دیگه بگو. اسکوپین نه اسکوپین. میگه گورو یکم دستش میبره بالا، میگه من اینجا خیلی خوب یخ میشه. پررو شده. بلندتر رفت. پررو شده سابزیرو. سابزیرو هم که حالا زد برمی میکشه خوش گورو وینز. خب خدافظ.